این محفل با ابتکار یکی از دسته‌های هنری خیلی مشهور تاجیکستان، گروه هنری انیس و همچنین جمعیت دوستی بین تاجیکستان و افغانستان صورت میگیرد. البته سرزمین افغانستان سرزمین مردان مغلوب ناپذیر، سرزمین بی‌نظیر، سرزمینی که برای مردم عالم مثل مولوی، مثل رابعی بلخی، مثل واصف باختری، خلیل الله خلیلی و هزاران احمد شاه مسعود و احمد ظاهر را دادند. انسان‌های بزرگی که بشریت سیاره زمین با ایشان افتخار میکند و همیشه نامشان زنده و جاوید میماند و شاید بهشت که اگر سرزمینی دست نارسی ما باشد، ایشان از آن بهشتند که برای ما مژده‌های زیبایی، مژده‌های خوب و رسایی را همیشه میرسانند. شهرام ابوبکر صدرم در انتظارت، تا پشت در دویدم، پایم ز کار افتاد، آنگه و سر زنیدم. مرحبا بسیار.